سلام دوستان، من علیرضام و خوش اومده به یک اپیزود دیگه از پلیلیست کتاب‌های صوتی برای توسعه فردی. تو این ویدیو میخوام درباره یکی از کتاب‌های تاثیرگذار در زمینه بهبود زندگی شخصی صحبت کنم. عادت‌های اتمی اثر جیمز کلیر. این کتاب به ما نشون میده که چطور تغییرات کوچیک و مداوم میتونن به نتایج بزرگ و چشمگیری منجر بشن. پس اگه شما هم مثل من همیشه دنبال راههایی برای بهبود زندگی و ایجاد عادتهای مثبت هستید، اول ویدیو رو لایک کنید، کانال رو هم سابسکرایب کنید و تا انتها همراه من باشید. کلید اصلی موفقیت در زندگی این نیست که یک تغییر بزرگ و ناگهانی ایجاد کنیم. جیمز کلیر توضیح میده که موفقیت‌های بزرگ نتیجه تغییرات کوچیک و تدریجیه. اون از مفهوم بهبود 1% استفاده میکنه. یعنی به جای اینکه خودمون رو مجبور کنیم یه تغییر شدید و آنی ایجاد کنیم، هر روز فقط 1% بهتر بشیم. فکر کنید اگر هر روز 1% پیشرفت کنید، تا پایان سال میتونید 37 برابر بهتر بشید. این همون چیزیه که جیمز بهش میگه قدرت ترکیبی تغییرات کوچیک. برای مثال فرض کنید میخواید ورزش رو به برنامه روزانه‌تون اضافه کنید. نیاز نیست همون اول 10 کیلومتر بدوید. به جاش با 5 دقیقه ورزش شروع کنید. این یه تغییر کوچیکه، اما وقتی هر روز ادامه بدید، به مرور بدنتون قوی‌تر میشه و بیشتر به ورزش کردن عادت میکنید. یه نکته جالب که کلیر خیلی روش تاکید داره اینه که برای موفقیت تمرکز کردن روی سیستم ها از داشتن اهداف مهمتره. تصور کنید که میخواید وزنتون رو کم کنید. هدف شما ممکنه این باشه که 10 کیلوگرم وزن کم کنید. اما بعدش چی؟ وقتی به این هدف رسیدید، دوباره ممکنه به عادتهای قبلی برگردید. اینجاست که سیستم ها وارد عمل میشن. سیستم یعنی برنامه‌ای که برای هر روزتون دارید. مثلا تصمیم بگیرید که هر روز 30 دقیقه پیاده روی کنید یا غذاهای سالمتر بخورید. این سیستم باعث میشه به مرور زمان به وزن ایدئالتون برسید و حتی وقتی به هدف رسیدید میتونید اون رو حفظ کنید، چون یک روال جدید در زندگیتون ایجاد شده. کلیر میگه اهداف خوبن، اما این سیستم ها هستن که موفقیت رو ایجاد میکنن. جیمز کلیر به ما کمک میکنه که بفهمیم عادت‌ها چطور شکل میگیرن و چطور میتونیم اونها رو مدیریت کنیم. این فرایند شامل 4 مرحله است که به اون چرخه عادت‌ها میگن. اولیش نشانه است. یه محرک که شروع کننده عادته. این میتونه چیزی مثل بوی قهوه باشه که به شما یادآوری میکنه که قهوه بخورید. دومی تمایل. تمایل برای انجام یک عمل. بعد از دیدن یا حس کردن نشانه، بدنتون واکنش نشون میده و تمایل به انجام کار بعدی دارید. سومین مورد پاسخه. کاری که انجام میدید این همون عادت شماست. چهارمی پاداشه. نتیجه که از انجام اون عمل میگیرید. پاداش باعث میشه که دوباره به سمت انجام عادت برید. مثلا حس خوب نوشیدن قهوه صبحگاهی. اگه بخواید یک عادت خوب رو ایجاد کنید، باید این 4 مرحله رو در نظر بگیرید و به درستی اجرا کنید. اصل 2 دقیقه‌ای یا شروع از کوچکترین اقدام ممکن. کلیر یه تکنیک خیلی ساده ولی قدرتمند معرفی میکنه به نام اصل 2 دقیقه‌ای. ایده اصلی اینه که هر عادتی رو که میخواید بسازید در 2 دقیقه اولش انجام بدید. برای مثال اگه میخواید مطالعه کنید، کتاب رو فقط باز کنید و 1 صفحه بخونید. اگه میخواید ورزش کنید، فقط کفش ورزشیتون رو بپوشید. این کار باعث میشه که مانع روانی شروع کار رو از بین ببرید و به تدریج تمایل به ادامه دادن داشته باشید. مهم نیست چقدر کوچیک شروع میکنید. مهم اینه که شروع میکنید و این نقطه شروع میتونه به یک عادت پایدار تبدیل بشه.
کلیر میگه که برای از بین بردن عادتهای بد باید اونها رو تا حد ممکن سخت و پیچیده کنیم. مثلا اگه زیاد تلویزیون تماشا میکنید و میخواید این عادت رو کم کنید، میتونید کنترل تلویزیون رو از دسترس دور کنید یا حتی دستگاه رو از برق بکشید. اینطوری هر بار که میخواید تلویزیون رو روشن کنید مجبورید تلاش بیشتری بکنید و این سختی باعث میشه به تدریج از اون عادت صرف نظر کنید. برای عادتهای خوب هم برعکس عمل میکنیم، یعنی اونها رو تا حد امکان ساده و در دسترس میسازیم. مثلا اگه میخواید بیشتر مطالعه کنید، کتاب‌ها رو جایی بذارید که همیشه جلوی چشمتون باشن. یکی از ایده‌های اصلی که تو این کتاب بهش پرداخته میشه اینه که تغییرات پایدار فقط از طریق تغییر هویت اتفاق میافتن. جیمز کلیر میگه اگه میخواید عادت‌های جدید ایجاد کنید، باید از هویتتون شروع کنید. برای مثال اگه میخواید سیگار رو ترک کنید، به جای اینکه بگید من دارم سعی میکنم سیگار نکشم، بگید من سیگاری نیستم. این تغییر در نحوه صحبت کردن با خودتون باعث میشه هویتتون رو با عادت‌های جدید سازگار کنید. وقتی شما خودتون رو به عنوان یک فرد سالم یا فردی کتابخانه بشناسید، این هویت جدید باعث میشه که رفتارها و عادت‌های روزانه‌تون به اون سمت تغییر کنه. یکی دیگه از نکات جالبی که جیمز کلیر توی این کتاب بهش اشاره میکنه اهمیت محیط اطراف در شکلگیری عادت هاست. خیلی وقتا ما عادتهای بد یا خوب رو به خاطر محیطی که توش هستیم میسازیم. کلیر میگه اگه میخواید عادتهای بهتری داشته باشید، باید محیطتون رو هم تغییر بدید. مثلا اگه میخواید کمتر گوشی استفاده کنید، گوشی رو دور از دسترستون قرار بدید یا اعلانها رو خاموش کنید. محیطی که در اون زندگی میکنید به شدت بر رفتارهای شما تأثیر میذاره و تغییر محیط میتونه راهی مؤثر برای تغییر عادتها باشه. خب این بود خلاصه جامع از کتاب عادتهای اتمی اثر جیمز کلیر. هدف این کتاب اینه که به ما نشون بده چطور با تغییرات کوچیک و مداوم میتونیم نتایج بزرگ و ماندگاری به دست بیاریم. ایجاد سیستم‌های مناسب، فهم چرخه عادت‌ها و تطبیق هویت با اهداف همه مواردی هستن که میتونن زندگی ما رو بهبود بدن. امیدوارم از خلاصه این کتاب لذت برده باشید و حالا با نگاهی جدید به زندگی روزمره‌تون بتونید عادت‌های خوبی بسازید و عادت‌های بد رو کنار بذارید. ممنون که تا اینجا همراه من بودی. لطفاً ویدیو رو لایک، کانال رو سابسکرایب کن و تو قسمت کامنت ها بهم بگو دوست داری کتاب بعدی چی باشه. اسمشو برام بنویس. این ویدیو رو هم بفرست برای کسایی که به دردشون میخوره. تا اپیزود بعدی در مسیر توسعه باش. فعلا.